سلام به شما دوست عزیزم، وقتتون بخیر. به چنل من خیلی خوش آمدین. از شما قدردانی میکنم که زمانی برای مشاهده این ویدیو اختصاص دادید. من مشاور فروش شرکت نیوشا هستم. از شما دعوت میکنم تا در جهت آشنایی با محصولات نیوشا تا انتهای این ویدیو با ما همراه باشید. دوستان، در این ویدیو معرفی محصولات رو در 7 دسته برای شما انجام میدیم. دسته اول، چای‌های خالص نیوشا. در تولید چای‌های نیوشا برای رنگ و عطر بیشتر از هیچ گونه رنگ، خاک چای و مواد شیمیایی استفاده نشده. کیفیت محصول مهمترین اولویت شرکت بوده تا شما لذت بیشتری رو بتونید از رایج‌ترین نوشیدنی ایرانی ها ببرید و همچنین در کنار این لذتی که دارید تجربه می‌کنید به سلامتی شما هیچ آسیبی وارد نشه. دومین محصولی که میخوام معرفی کنم محصول مخلوط چای‌های سیاه هست که ترکیب چای سیاه با یک سری گیاه و میوه هاست که داخل تیبگه و در 16 طعم تهیه شده با کیفیت ترین چای‌های CTC یا کله مورچه کشور کنیا که باعث میشه چای شما رنگ و طعم خیلی خوبی بگیره. سومین محصول چای سبز هست که ترکیب چای سبز با یک سری گیاه و میوه ها با 2 بسته‌بندی فله‌ای و تیبگ و در 11 طعم تهیه شده. چای سبز نیوشا سرشار از مواد آنتی اکسیدانه. افزایش سطح آنتی اکسیدان در بدن سبب بهبود و تقویت سیستم ایمنی و همچنین پیشگیری از انواع سرطان میشه. چهارمین محصولمون دمنوش‌ها هستش که از قدیم دمنوش‌ها به عنوان یکی از روش‌های پرطرفدار درمانی و تقویتی مورد استفاده قرار می‌گرفته. این نوشیدنی‌ها با ترکیبات طبیعیشون تأثیرات مثبتی بر روی سلامتی بدن انسان دارن، از خواب آوری گرفته تا تقویت قلب و اعصاب و لاغری. هر نوع دمنوش ویژگی و خواص منحصر به فرد خودش رو داره. دمنوش‌های نیوشا شامل دمنوش‌های ترکیبی و خالصه که دمنوش ترکیبیش از ترکیب چند گیاه و در 9 طعم و دمنوش‌های خالص تک گیاه در 17 طعم تهیه شده که به صورت تیبگه و به عنوان میان وعده روزانه قابل استفاده است. حالا میرسیم به پنجمین محصول که پودرهای قهوه فوری و شکلاته که شامل پودرهای آماده آسیاب شده دانه‌های قهوه است که هر کدوم با ترکیبات خاصی آماده شدن که از دسته خوشمزه هاست. قهوه‌ای که در اون استفاده شده قهوه برزیل، خوشمزه و غلیظ و با کیفیت بالا. ششمین محصول دانه‌ها هستن. 6 دانه پرخاصیت که عمدتاً برای لاغری و کاهش وزن و بهبود عملکرد گوارش استفاده میشه. به خاطر سیری زودرس باعث کم خوردن و زود لاغر شدن میشه. در سالاد و شربت میتونین استفاده کنین و به صورت دوی پک و زیپ کیپ هستش. هفتمین محصول روغن‌ها هستش که روغن‌های شرکت نیوشانیک به عنوان روغن‌های پایدار با برند کاژان تولید شدن. کیفیت بالا و 100% طبیعی و خالص و بدون افزودنی هستن که هم به صورت موضعی میتونین استفاده کنین و هم خوراکی. این روغن‌ها رو میتونین به صورت خالص یا مخلوط با نوشیدنی مصرف کنین یا در غذا، سوپ، آش، سالاد، سس و دسر استفاده کنین. شرکت نیوشا با شعار از خاک تا خانه از معدود شرکت‌هایی که از کاشت محصول تا ارسال در به منزل رو با نظارت 100% خود انجام میده. در نهایت بسیار ممنونم که تو این ویدیو همراهمون بودید و تا انتها با این محصولات آشنا شدید. درود به شما، وقتتون بخیر.